هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای درب و داغونی که هم میخواد به جونورای وارفتش روحیه بده و هم طبق معمول ژست منتقد بگیره. ما در بعضی از بخشا البته وضعمون خیلی خوبه، در بعضی از بخشا نه، وضعمون به این خوبی نیست، کمبود داریم، نقص داریم. یکی نیست بهش بگه به جای این روزه ها یه فکری به حال این لگنهای مثلا داخلیت بکن که بعد جوری قراضه شدن. وضع خوب و کمبود و نقص و این حرفا پیشکش. بنده خدا صاحب این ماشین داشتی میرفته موتوری نگاه کن اومده زده بین اینم شکسته مونده. حالا نمیدونم برای چه موتوریه شکسته اینجا گیر کرده. بعد صاحب این ماشین یهو اومده پیاده شد در باز کرده اینجا له شد. حالا چی شده اینجا له شده؟ ضربه که خود سپر فشار آورده یلخیه دیگه. گلگیر اینطوری شده اومده عقب درس کیپ شد در باز کرد له شد. حالا اینجا رو نگاه کن. از اون ور یه موتوری زده بهش. این چراغ هم شکست. این چرا شکست؟ این شکست یعنی چی؟ اینجا عجایب شهر. از اون طرف بشنوید از این سرتشتک قزمیت نظام که میخواد با بلغور کردن کلمه های قلمبه سلمبه خودشو دانشمند و فیلسوف جا بزنه. سال گذشته این وقتها همان کسانی که امروز در ابهام زندگی میکنند یک تصور برایشان به وجود آمده بود که ایران دچار بی‌تعادلی بازگشت ناپذیر می شود. می گفتند irreversible equilibrium، بی‌تعادلی این اکویلیبریوم، نه بازگشت ناپذیر. یعنی اما امسال شما ببینید این تعادل چگونه بازگشته. قدرت ترمیم پذیری نظام را نگاه کنید. به اینم باید گفت به جای این ژستای مسخره بیا به سوال این ریزشی ها جواب بده. این حمله 7 اکتبر نیروهای حماس چه نتیجه مطلوبی داشته؟ غیر از این که غزه رو ویران کرد، غیر از این که 12,000 نفر که حالا میگن اینا آمارهای غیر رسمی است، آمارهایی که واقعی هست بسیار بیش از اینه. غزه ویران شد، بیش از 12,000 نفر کشته شدن. نتیجهش چی بود؟ این که یه عده‌ای میگن بالاخره حماس پیروز است و اینا، این که نشد حرف. وقتی شما پیروز هستی که نذاری اسرائیل وارد غزه بشه، اسرائیل که وارد غزه شد. شما هم که الان احتمالاً در داخل خود فلسطینیان محکوم هستید به این که چرا همچین جنگی رو آغاز کردید که نمیتونستید از تبعاتش پیشگیری کنید. بوفالای ولایتم پاک قاطی کرده و از این جفنگی ها سرهم میکنه. الان توی کره زمین بخوایم بسیجی حساب کنیم، نه 20 میلیون، بیش از 100 میلیون انسان بسیجی با فرهنگ بسیجی در پای اسلام و دین ایستاده است. طرف طوری گاوگیجه گرفته که خالی بندی خودش رو هم فراموش میکنه و 2 جمله بعد زیرا حرفشو میزنه. خیلی ما داریم رمضان تو بسیج ثبت نام میکنن، برای یه شبم بسیجی نیستن، برای یه لحظه هم بسیجی نیستن. این بوفالوی نظام هم باید بره یه جایی دوروبر هند و چین و برای فیلماشون از این سناریوهای خالی بندی بنویسه. الان بسیجی ها بر میگردن به بوفالوی نظام میگن 100 میلیون بسیجی رو ول کن، یا همین دوروبری های عظما رو بچسب که به شور افتادن. آدم هایی که تا دیروز کنار ما بودن، با ما بودن، اعتقاد داشتن به روحانیت، به مراجع، به اسلام، میبینی عوض شدن، آماج این حملات قرار گرفتن. ما اینجا داریم ضعیف عمل میکنیم در کشور. ما باید به واسطه میدان بیایم، تو فضای مجازی، تو آماده کردن جوانهای تحصیل کرده دختر و پسر.
مشنگستان این هفته رو با این باقر لوله شروع میکنیم که همچنان مشغول خالی بافیه. یه روز محضر حضرت آقا که بودیم، حضرت آقا فرمودن فلانی به این موضوعی که میگم توجه کن. فرمودن شما جایی هستی که مسئول امنیت مردمی، شما مکلفی امنیت رو برای همه مردم برقرار کنی و عدالت رو هم در امنیت رعایت کنی، فرق نذاری بین افراد. مثالشون این بود، فرمودن باید مثل اون خورشیدی باشی نیرو انتظامی که وقتی صبح خورشید طلوع میکنه، فارغ از این که افرادی که توی بالکن خونه خوابیدن و توی اتاقشون خوابیدن نور خورشید به اینها میتابه، بعضی از اینها ممکنه شب تا صبح عبادت خدا رو کردن، از خستگی خوابشون برده الان، یا خدایی نکرده معصیت خدا رو کردن و الان نور بهشون تابیده شده. حالا اگه سوالتون شده منظورش از این خورشیدی که میگه چیه، حرفای رقیبش تو مناظره‌های نمایشی رو به یاد بیارید. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود. البته خودشم قبلا به همین لوله بازی اعتراف کرده بود. من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف عنوان فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم. شورای امنیت کشور اینجوری حرفا یعنی چی؟ خلاصه بگذاریم از این که همه این حرفا برای اینه که هر کدومشون بیشتر بلنبونن و بخور کنن. ببینید آش چقدر شور شده که صدای این زرزری هم در اومده. آقای حسینی، اگر حضرت ابراهیم در عصر ما و در دوره ما الان بود میخواست یه شب با ستاره پرستا بره فالوده بخوره تا 2 شب دیگه اینا رو هدایت کنه، دستگاه‌های نظارتی ما چنون پرونده‌ای براش می‌بستن که کلاً نبوتش رو فراموش کنه. گرفتاری ما اینه. کار رژیم تو جنگ و دعواهای باندی به جاهای باریک کشیده. این هم دبیر شورای به اصطلاح انقلاب فرهنگی رژیمه که همه معضلات فرهنگی رژیم رو حل کرده، فقط تغییر دادن اسم سیگارا مونده. شورای انقلاب فرهنگی در ادامه از اسامی برخی از سیگارهای موجود در بازار هم گله کرد و گفت برخی اسامی روی این سیگارها ارزش‌های انقلابه که باید تغییر کنه. شورای انقلاب فرهنگی باید وارد بشه، بالاخره بهمن 57 آزادی اینا اسمای سیگار دیگه. قطعاً باید ورود پیدا بکنه. البته حکم جدیدی که حضرت آقا در این دوره جدید دادن، مسئولیت راهبردی آسیب‌های اجتماعی به شورای انقلاب فرهنگی داده شده. قطعاً با این وارد میشید 100%. اگه این پیشی رو جای این آخونده میذاشتن کارای بیشتری داشت. داستان روزخونی آخوندا برای بسیجی هم تو فضای مجازی اینطوری طنز شده. چند ساله‌ای که براتون در نظر گرفتیم شما نگران هیچی نباشید، بسیار آینده روشنی دارید، همه چیز بر وفق مرادتونه. اینقدر براتون فراوونیه که اصلا دیگه نمیخواد همدیگه رو اذیت کنید، ناراحت باشید، اعتراض نمیخواد بکنید، سرتون رو بندازید پایین، کنار همدیگه به قوانین احترام بذارید و چیزایی که من به شما میگم گوش کنید، چون آینده از آن شماست.
خیالتون راحت، ما حمایت میکنیم از شما نگران هیچی دیگه نباشین، آب تو دلتون تکون نخوره، همه با هم بگین به. رژیمی که ادعای قدرت اول منطقه رو داره یه زمین فوتبال نمیتونه درست کنه. مشاهده میکنید اینجا ورودی زمینه که وسط زمین حدوداً 11 متر بیاد این برتر و اینجا خط وسط زمینه. همینطور که مشاهده میکنید 11 متر اختلاف داره، یعنی شما زمین اون برای که میبینید کوچکتره، زمین این بر بزرگتره. جالبه. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به هوش مصنوعی بزنیم و یه ترانه از جنتی لعنتی. گل منو اذیت نکنید، چشاشو تر نکنید، بعد من بگید دیسی سمتش نیاد، چشاشو خوش نکنید، نفسمو بد نکنید، بارونو خبر نکنید، بعد من اگه دلش تنگ میشه زیاد منو صدا بزنید. وقتی جنتی ترانه بخونه طبیعیه که نجم آرپیجی هم دیجی میشن. حالا که تا اینجا اومدیم نظر یه شهروند درباره کارگزارای رژیم رو هم بشنویم. نبینم کسی به مسئولین ما توهین میکنه. بابا اونا فقط به خاطر ماهی که توی کشور وایسادن، مگه نه زنشون که اون وره، بچه‌شون که اون وره، زمینشون که اون وره، خونه‌شون که اون وره، مال اموالشون که اون وره، فقط به خاطر ما اینجا وایسادن. مگه نبینم توهین میکنید. این جوجه تئوریسین بسیجی هم دروغ کم آورده، پای آلبرت اینشتین رو وسط کشیده. من از نوه آقای مرحوم صافی پرسیدم اینو. آقای صافی رئیس دفتر آیت الله بروجردی بودن، برادر مرجع تقلید. من از نوه‌شون پرسیدم، گفتم این مکاتبه که اینشتین با مرحوم آیت الله بروجردی صحت داره، شو تایید کردن. گفتم بله. مشنگستان این هفته رو با یه تصویر عجیب از بدل اکبر کوسه تو روسیه به پایان میبریم. السلام علیکم. علیکم السلام.